میخوام چند تا شورتکات با کلید کنترل بهت بگم که حتما باید بلد باشی. اینجا 3 تا دونه پوشه درست کردم. روی یکی از این پوشه ها کنترل سی رو میزنی، وارد پوشه میشی و بعد کنترل وی رو میزنی. کنترل سی کپی میکنه، کنترل وی پیست میکنه. حالا من این پوشه بالایی رو میام کنترل ایکس رو میزنم، وارد پوشه میشم از دوباره و بعد کنترل وی رو میزنم. کنترل ایکس انتقال میده فایلو. حالا وارد پوشه میشم من و فایلی که درست کردم وارد اون میشم. بعد میام به فارسی لوگیرا می نویسم و به لاتین هم میام لوگیرا می نویسم. ولی توی این لاتین که می نویسم اینجا هم میخوام اشتباهی هم بنویسم که ببینم میشه این کارو کرد یا نه. خب حالا من میام کنترل زد رو میزنم، اشتباهمو برگردون و بازم کنترل زد میزنم، اشتباهمو برمیگردونم. کنترل زد یعنی بازگشت، یعنی توی یه چیزی اشتباه انجام دادی و برمیگردون. حالا اینجا کنترل اس سی رو میزنی، منوی استارت باز میشه. حالا بهترین راهکار هم کلید استارت، راحت برات میاره بالا. اگه این پست توی اکسپلور برات اومد حتما دنبالمون کن. این تازه پارت 1 بود، منتظر پارت بعدی باش.